برجام توافقی بود که در سال 2015 بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد و نه تنها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بلکه یک نقطه عطف در روابط بین الملل محسوب میشد. اما حالا در ژوئن 2025 با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بحث مکانیزم ماشه یا اسنپ بک بیشتر از هر وقت دیگه داغ شده و همه دنیا دارن در مورد اون صحبت میکنن. درود بر شما، من الیاس فرخم، اینجا پرشن ترنده و توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم مکانیزم ماشه چیه، چه تحریم هایی رو میتونه برگردونه و از همه مهمتر با فعال شدن مکانیزم ماشه چه پیامدهایی برای ایران، منطقه و جهان پیش خواهد اومد. برای فهمیدن مکانیزم ماشه اول باید به عقب برگردیم و یک نگاهی به توافق هسته‌ای یا همون برنامه جامع اقدام مشترک بندازیم. در سال 2015 بعد از سالها مذاکره فشرده در وین، ایران و گروه 5+1 شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین توافقی امضا کردند که هدفش محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی بود. چرا این توافق شکل گرفت؟ از اوایل دهه 2000 نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کم کم داشت شکل می‌گرفت و با اینکه ایران اصرار می‌کرد برنامه‌اش صلح‌آمیزه و قصد حرکت به سمت سلاح اتمی رو نداره، اما جهان شک داشت به این ادعا و فکر می‌کرد شاید اون گوشه کنارها جمهوری اسلامی ایران مشغول کارهاییه که می‌خواد به دنیا اطلاع نده یا به یکباره از بمب اتمش رونمایی کنه. البته که ایران قویاً این اتهامات رو رد می‌کرد و اعتقاد داشت که برنامه‌اش کاملاً صلح‌آمیزه و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از روی دشمنی دارن این اتهامات رو بهش میزنن. توافق برجام قرار بود این تنش‌ها رو کاهش بده. جمهوری اسلامی ایران پذیرفت غنیسازی خودش رو محدودتر بکنه، ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو کاهش بده و تأسیسات هسته‌ای خودش رو زیر نظارت شدید آژانس قرار بده. در مقابل هم قرار بود تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران لغو بشه. این توافق در قطعنامه 2231 شورای امنیت در جولای 2015 تایید شد. اما در دل این توافق یک سازوکاری گنجونده شده که الان یکی از جنجالی ترین بخش‌های این توافقه. مکانیزم ماشه که در بندهای 36 و 37 برجام تعریف شده به طرف‌های توافق اجازه میده در صورت نقض تعهدات توسط یکی از طرف‌ها تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه. این ایده با اصرار آمریکایی‌ها برای مطمئن شدن از پایبندی ایران به این توافق به بندهای برجام اضافه شد. بیاییم دقیق تر به این سازوکار نگاه کنیم. مکانیزم ماشه یا اسنپ بک فرایندیه برای حل اختلافات در برجام. اگر یکی از طرف‌های توافق مثلا آمریکا یا ایران یا اروپا معتقد باشن که طرف دیگه به تعهداتش پایبند نیست، میتونه شکایت خودش رو به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بده. این کمیسیون متشکل از نماینده‌های همه طرف‌های توافق مسئول نظارت بر اجرای برجامه. این فرایند به این شکله: اول شاکی موضوع رو به کمیسیون مطرح میکنه، کمیسیون 15 روز فرصت داره تا موضوع رو بررسی کنه. اگر اختلاف حل نشه میتونه به کمیته متشکل از وزرای خارجه ارجاع بشه که 15 روز دیگه فرصت دارن. اگر باز هم حل نشه یک هیئت مشورتی 5 روز دیگه بررسی میکنن و در مجموع 35 روز برای حل اختلاف وقت وجود داره. اگر توی این مدت مشکل حل نشه، شاکی میتونه موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل ببره و ادعا کنه نقض تعهدات چشمگیر بوده. حالا شورای امنیت وارد عمل میشه. این شورا 30 روز فرصت داره تا درباره ادامه تعلیق تحریم ها قطعنامه صادر کنه. نکته کلیدی یا میلیون دلاری دقیقاً همینجاست. برخلاف روند معمول در شورای امنیت، بازگشت تحریم ها نیاز به رأیگیری نداره. در عوض برای جلوگیری از برگشت تحریم ها باید قطعنامه صادر بشه. میدونم ممکنه گیج شده باشید و اینجاش یه مقدار پیچیده است. ببینید، به صورت پیش‌فرض قرار تحریم ها برگرده و اگر کشورهای عضو برجام نخوان این تحریم ها برگرده، باید قطعنامه صادر بکنن. چرا این روند رو انتخاب کردن یا چرا به این شکل پیش رفتن؟ این تصمیم یک ظرافت خاص داشته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به صورت برعکس می بود، یعنی قرار بود تحریم ها رو با قطعنامه برگردونن، اینجوری چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا میتونستن با وتو کردن قطعنامه اجازه ندن تحریم ها برگرده. یعنی عملا هر چی سازوکار قانونی چیده بودن که تحریم ها رو بیارن سر جمهوری اسلامی ایران، با وتو یک نفر همش میرفت هوا و هیچ کاری دیگه بقیه کشورها نمیتونستن انجام بدن. برای همین آمریکایی‌ها اومدن یک زرنگ بازی کردن اینجا
و برعکس کردن این روندو. یعنی به صورت پیش‌فرض قرار تحریم ها برگرده و اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها یا چین و روسیه با صادر کردن یک قطعنامه میتونن این روند رو متوقف بکنن. حالا اگر چین یا روسیه بخواد جلوی این ماجرا رو بگیره، باید قطعنامه‌ای صادر بشه که اونها برن وتوش بکنن و جلوش رو بگیرن. وقتی به صورت پیش‌فرض قرار تحریم ها برگرده، عملاً کاری هم از دست اونها بر نمیاد و با این حرکتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کردن توی برجام، یه جورایی چین و روسیه رو خلع سلاح کردن در برابر این پرونده. البته روی کاغذ یک نکته دیگه هم وجود داره. ممکنه مثلا آمریکا و اروپا موافق تعلیق تحریم ها باشن، برعکس چین و روسیه نخوان این اتفاق بیفته و بخوان تحریم ها برگرده. تحت چه شرایطی این اتفاق میفته؟ مثلا ایران از جبهه شرق خارج بشه و بره به جبهه غرب بپیونده. برای مثال علیه روسیه توی جنگ اوکراین بخواد اقداماتی انجام بده. خیلی بعیده ها، روی کاغذ دارم میگم، این امکان هم وجود داره. اگر ایران خیانت بکنه به جبهه شرق، اونها میتونن به این شکل تحریم ها رو برگردونن و خب مشکل ایجاد کنن برای ایران، که الان این قسمت خب منتفیه و فقط روی کاغذ ممکن اتفاق بیفته. در حال حاضر ایران در جبهه شرق قرار داره و اروپاییان که میخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و تحریم ها رو برگردونن. حالا ببینیم اگر مکانیزم ماشه فعال بشه چه اتفاقی میفته. تمام تحریم های شورای امنیت که بین سالهای 2006 تا 2010 علیه ایران وضع شده و با برجام تعلیق شده بودن، به شکل خودکار برمیگردن. بریم یه نگاهی به این تحریم ها بندازیم. مورد اول، توقف کامل فعالیت های هسته‌ای. ایران باید تمام فعالیت های مرتبط با غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و تحقیق و توسعه هسته‌ای رو متوقف کنه. این شامل تأسیسات کلیدی مثل نتنز و فوردو میشه. نکته بعدی، هر گونه صادرات مواد، تجهیزات یا فناوری مرتبط با سلاح هسته‌ای به ایران ممنوع میشه. اشخاص و سازمان‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران از جمله بعضی از مقامات و شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند، با محدودیت‌هایی مثل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر. ایران از خرید یا فروش تسلیحات سنگین مثل تانک، هواپیماهای جنگی یا موشک منع میشه. و نکته آخر، کشورهای عضو سازمان ملل موظف میشن کشتی‌های باری به مقصد یا از مبدأ ایران رو بازرسی کنن تا از انتقال اقلام ممنوعه جلوگیری بشه. پس عملاً با برگشتن مکانیزم ماشه، اتفاقی که میفته کل فرایند هسته‌ای در ایران غیرقانونی محسوب میشه. نه فقط غنیسازی یا هر اقدام دیگه، کلیه فرایند هسته‌ای غیرقانونی میشه. اونم نه از نظر آمریکا یا اروپا، از نظر سازمان ملل که تمام کشورهای عضو سازمان ملل مجبورن بهش پایبند باشن، از جمله چین و روسیه. حالا این ممنوعیت ها یا محدودیت ها یا تحریم ها نه فقط برای بحث هسته‌ای، بلکه برای بحث نظامی ما هم اعمال میشه و میتونن فشار بسیار زیادی به ما بیارن. توی مورد آخرم که بازرسی کشتی ها بود، نه فقط اروپایی‌ها یا نه فقط آمریکایی‌ها اجازه دارن که کشتی های ما رو بازرسی بکنن، تمام کشورهای سازمان ملل، یعنی هر کشوری که عضو سازمان ملله میتونه این بازرسی رو انجام بده. عملاً یک کشتی که برای ایران بخواد کاری انجام بده، حالا باری ببره بیاره یا پرچم ایران داشته باشه، فرایند عبورش از دریای آزاد با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشه، به خاطر اینکه تمام کشورها میتونن این بازرسی رو انجام بدن. حالا کاری نداریم که همه انجام نمیدن، ولی اگر حتی چند کشور هم اقدام بکنن، وضعیت خیلی وضعیت بدی میشه برای کشتیرانی. عملا تجارت بین المللی ایران مختل میشه و اینطوری هیچ کشتی یا هیچ شرکت باربری دوست نداره یک باری به مقصد ایران رو بخواد حمل بکنه، به خاطر اینکه با مشکلات زیادی مواجه میشه. این تحریم ها توی 6 قطعنامه شورای امنیت از جمله قطعنامه‌های 1696 1737 و 1929 تعریف شدن و در زمان خودشون فشار اقتصادی و سیاسی سنگینی به ایران وارد کردن. برگشت اونها میتونه اقتصاد ایران رو که هنوز از تحریم‌های یکجانبه آمریکا رنج میبره، بیشتر از قبل تحت فشار قرار بده. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد مکانیزم ماشه است اینه که آیا آمریکا میتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه یا نه. خب همینطور که میدونید دونالد ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد، ولی در سال 2020 ادعا کرد که میخواد مکانیزم ماشه رو فعال کنه. استدلالش هم این بود: ما به عنوان یکی از طرف‌های توافق این حق رو داریم که مکانیزم ماشه رو فعال بکنیم. اما اروپایی‌ها با این ماجرا کاملا مخالفت کردن و گفتن خیر، شما حق همچین کاری رو ندارید،
به خاطر اینکه از برجام اومدی بیرون یا برجامو پاره کردی یا حالا آتیشش زدی، هر اسم دیگه که روش بذاری، شما دیگه عضوی از برجام نیستی، پس اجازه فعال کردن مکانیزم ماشه رو نداری. برای مثال وندی شرمن مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا هم تاکید کرد که مکانیزم ماشه برای اعضای حاضر در برجامه، نه کشوری که از اون خارج شده. پس توی اولین اقدامی که برای فعال کردن مکانیزم ماشه اجرا شد، آمریکایی‌ها شکست خوردن و نتونستن این مکانیزم رو فعال کنن و تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن. اما حالا شرایط فرق کرده. امروز 12 ژوئن 2025 و تنش‌ها سر مکانیزم ماشه به شدت بالا گرفته. بریتانیا، فرانسه و آلمان به ایران تا 30 ژوئن مهلت دادن تا به یک توافق جدید با دنیا دست پیدا کنه، وگرنه تهدید کردند که مکانیزم ماشه رو فعال میکنن. پیش نیازش هم همین قطعنامه‌ای بود که امروز صادر شد و بعد از 20 سال به فعالیت‌های غیرقانونی ایران در یک سری از سایت‌ها اشاره کردن و گفتن ایران برای اونها هنوز پاسخی نداده. این اتفاق متعلق به 20 سال پیش بوده، منتها الان بهش اشاره کردن، قطعنامه‌اش رو صادر کردن و این میتونه یک پل شروع برای رفتن به سیستم مکانیزم ماشه باشه. زمان اجرای مکانیزم ماشه خیلی محدوده. قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025 منقضی میشه و بعد از اون امکان استفاده از مکانیزم ماشه از بین میره. یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که روسیه در سپتامبر 2025 به ریاست شورای امنیت میرسه. نوبتشه که رئیس شورای امنیت بشه و روسیه هم مخالف اجرای مکانیزم ماشه است. یعنی اروپایی‌ها و آمریکا یا حالا هر کشوری که خواستار برگشت تحریم ها است باید تا قبل از سپتامبر 2025 این مکانیزم رو فعال بکنه، وگرنه بعد از اون چین و روسیه اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. حالا تحلیلگرها برای مکانیزم ماشه 3 تا سناریو رو در نظر دارن. سناریوی اول اینه که اروپا و آمریکا موفق میشن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، تمام تحریم ها رو برگردونن و ایران هم از برجام خارج بشه. با این اتفاق ایران با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه میشه و خب باید حکومت یک فکری بکنه برای اینکه چطور بخواد باز این تحریم های سازمان ملل رو دور بزنه. تحریم های سازمان ملل با تحریم های اروپا یا آمریکا فرق میکنه. سناریوی دوم اینه که با اجرای مکانیزم ماشه جمهوری اسلامی مجبور میشه یک توافق جدید با اروپا و آمریکا امضا بکنه و اینطوری تنش‌ها پایین بیاد یا فروکش بکنه. یک سناریوی دیگه هم وجود داره، اینه که اروپایی‌ها موفق نشن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و یه جورایی اختلافات در شورای امنیت به بنبست بخوره. اینطوری احتمالاً آمریکایی‌ها تحریم‌های یک جانبه خودشون رو افزایش میدن، فشار رو بیشتر میکنن و حتی ممکنه به درگیری‌های نظامی ختم بشه. مکانیزم ماشه یک شمشیر دولبه است. از یه طرف میتونه یک فشار بی‌سابقه به ایران وارد کنه، از طرف دیگه میتونه دیپلماسی چند جانبه، اعتبار شورای امنیت و ثبات منطقه رو به خطر بندازه. در ماه‌های آینده جهان نظاره‌گر خواهد بود که آیا مذاکرات به نتیجه میرسه یا تنش‌ها اوج میگیره. این داستان هنوز ادامه داره و پایان اون به تصمیمات سیاستمداران در ایران، چین و روسیه، اروپا و آمریکا بستگی داره. در انتها سوال من از شما اینه، به نظر شما کدوم یکی از این سناریوها اتفاق میفته یا آیا سناریویی شما مد نظر دارید که من توی گفته‌هام نیاورده باشم؟ تمام کامنتاتون رو میخونم و تا جای ممکن بهشون پاسخ میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.